به حال گیاهان همواره از گوزها ترسیدند. گوزها از گرگ‌ها ترسیدند. گرگ‌ها از شیرها ترسیدند. شیرها از فیل‌ها ترسیدند. فیل‌ها از موش‌ها ترسیدند. موش‌ها از سوسک‌ها ترسیدند. سوسک‌ها از دمپایی آقایان ترسیدند و مردها از موجودی به نام زن. The women is a best. این خرابه. آری Taxi and women to bring any varieties and very very nice and very beautiful. زنها این موجودات آرام، مهربان، دوست داشتنی، خانه‌دار، قرمه سبزی پز، حساس، شکننده، با احتیاط هم شود، باز هم مهربان اما سمی و کشنده هستند. خود خانم‌ها هم قبول دارن. زنها در طبیعت اطراف ما شباهت بسیار زیادی به مارها دارند، چون هر دوی این موجودات از طریق زهر طعمه خود را از پای در می‌آورند. البته دو تفاوت اساسی این دو موجود را از هم دیگر جدا می‌کنند. تفاوت اول، مارها از طریق دندان و زنها از طریق زبان زهر خود را به طعمه می‌پاشند. تفاوت دوم، زهر مار در جا طعمه را از پای در می‌آورد، اما زهر زن نه، طعمه را گیج کرده به صورتی که راه آشپزخانه و دستشویی را گم می‌کند و پس از مدتی آرام آرام سر بر بالین گذاشته و جان میدهد. البته شکارچی از این کار لذت بیشتری میبرد. بله، به افتخار خودت.